در محبت هر کی او دعوا کند، 100 هزاران امتحان بر وی کند. گر بود صادق کشد باری جفا، گر بود کاذب گریزد از بلا. برادر کاذب نشو، دروغگو نشو، بنده اساسی شو. ایمان قوی قطعی در این روزهای مصیبت چکار کن؟ باز شکر زیادتر کن، باز طاعت زیادتر کن. خدا در قرآن می فرماید ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. خدای ما و شما که خالق ما و شماست فرمایش میدهد ای بندگان من، شما را من در 5 چیز امتحان میکنم. یکم خوف بالای شما میارم، مثل که دیروز یک خوف بالای ما و شما آمد. بعضی برادرای نمازخوان جای نمازها را جمع کردند، مسجد آمدن قطع کردند. بعضیاش عرق نوش شدند که تا که اونها را در عذاب و مشقت گرفتار نکنند. بالای شما خوف میارم. گفت نگاه میکنم چگونه خدا را عبادت میکنی. والجوع، خاندان تو را دسترخوان تا خالی میکنم، بالکل در دسترخوان چیزی یافت نمیکنی. نظر میکنم که در حالت داشتگی چه خیل عبادت میکردی، در حالت گرسنگی چه خیل عبادت میکردی. و نقص من الاموال، در مال تو در ثروت تو نقص پیدا میکنم، کمبودی میارم. نظر میکنم چگونه تو عبادت خدا را دوام بدی. و الانفس، فرزند تو را، خواهر تو را، برادر تو را، پدر مادر تو را همشه به هلاکت میرسانم. نظر میکنم در روز مصیبت تو چگونه خدا را عبادت میکنی. و ثمرات، اگر زراعت و باغ داشته باشی در باغ زراعت ضرر میارم. نظر میکنم کنی احوال تو چگونه میشود. در این 5 چیز ما و شما را خدا دائم امتحان میکند. در دوامش خدا چی گفت؟ و بشر صابرین، کسانی که در این 5 امتحان من صبر کننده هستند، این مصیبت های من صبر کننده هستند، اینها را بشارت ده ای محمد. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. وقتی این مصیبت ها بالاشان آمد و باید که اونها بگویند ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. وقتی این سخن گفتند اینها را بشارت بده. برادر عزیز، وقتی که اگر تو عبادت های خودت ترک کردی، معنای این را دارد که خداوند در حدیث های قدسی میگوید و من لم یرضا بقضایی و لم یشکر علی نعمایی و لم یصبر علی بلایی فلیخرج من تحت السماء و فوق الارض فلیطلب سوای ربی. کدام بنده من اگر در بلای من صبر نمی کند، در نعمت من شکر نمی کند، در تقدیر من کردگی راضی نمی شود، از زیر آسمان من، از بالای زمین من دور شود و برای خود خدای دیگر را طلب کند که من همچنان خدا هستم. ابو سلمه میگوید، یک قصه یادم آمد. ابو سلمه میگوید روز نزد پیغمبر خدا بودم. پیغمبر خدا گفتند اگر کدام بالای شما مصیبت آمد باید شما بگوید که این لله و انا الیه راجعون. اللهم اجرنی بمصیبتی واخلف لی خیرا منها. میگه ابو سلمه میگه پیغمبر خدا گفتند که کدام مصیبت بالای شما کدام وقتی آمد بگوید که ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. پروردگارا در این مصیبتی که بالای من آوردی مرا اجر بده و در عوض این نعمتی که از من بردی بهترش را برای من نصیب بگردان. اینا گفت دعا کنید. ابو سلمه میگوید آمدم این حدیث پیغمبر را در پیش زن خودم ام سلمه روایت کردم. ام سلمه میگوید وقتی که من این سخن از شوهرم ابو سلمه شنیدم، یک چند مدتی گذشت که ابو سلمه شوهر من از دنیا گذشت و همین تعلیمی که از پیغمبر خدا این شوهر بر من آورده بود این من خواندم. لیکن بعد خواندن این کلمات در حیرت ماندم، زیرا که پیغمبر خدا گفته بود است واخلف لی خیرا منها، از این نعمتی که از دست شما رفت از این در خدای مرا بهترش نصیب گردان
من این وقتی خواندم از شوهرم ابو سلمه دیگر مرد خوب نبود. من در حیرت ماندم که بعد این مرا کی را میداده باشد؟ این بهترین نعمت مرا برد، باز من بهترین نعمت دعوت دارم. دعای پیغمبر انجام داده ایستادم، بر من کی نصیب میشیده باشد؟ وقتی عیده من میگه گذشت، 4 ماه و 10 روز گذشت، بناگاه دری من تق تق شد. در را میگشایم، آفتاب تابان محمد نزد در ایستادگی است. دست هام که میگد ناشسته بود، دست های خود شستم و رسول اکرم برده در خاندان خود شیناندم. خوش آمدی. و سوی من گفت ام سلمه من برای خواستگاری تو آمدم، برای خواستگاری تو آمدم. میگد من در حیرت ماندم از این دعا و از این وعده که پیغمبری خدا کرده بود، خدا بر من نائل گردانید. و گفتم محمد اولا من خیلی زنی تیز خواصی هستم، و دویم این که زنی پیرانسال هستم، سیم این که عیالی زیاد دارم. رسول الله گفتن ای ام سلمه روزی که من تو را نکاح میکنم و در نکاح خود میدرارم، این تیز خواصی تو را همش خدا نابود میکنه. و این 30 سالی که تو پیرانسال هستی منم پیرانسال هستم. و این عیالی که تو میگویی، این عیالای تو همش حکم فرزندی مرا میگیرن، اینا فرزندی من میشوند. من میگه راضی شدم و بعد این قائل شدم که این دعا به خود تأثیر داشته است که از ابو سلمه دیده بهترین انسان من در مدینه بغیر پیغمبر نمیدیدم که پیغمبر مرا در نکاح خود در آورد. برادر عزیز، در اون روز شما این دعا کنید که خدایا از این فرزندی که از من گذشت از این بهترش برای من نصیب بگردان. انشاءالله تو خدا قادر است، خدا برای تو فرزند عطیه میکنن میدهد و برای شما نصیب میگه، بهترش خدا برای شما نصیب میگرداند. یک حدیثی هست که رسول اکرم میگه اذا مات ولد العبد، و این خاتمه میدیم برادر این سوال این برادر، وقتی که اگر فرزند انسان از دنیا میگذرد، اذا مات ولد العبد فیقول الله حبستم ولد عبدی. خداوند به سوی همون ملائکه هایی که جان این فرزند گرفتن میگفته است آیا جانی فرزندی بنده مرا گرفتید؟ فیقولون نعم. اونها میگفتند بله پروردگارا فرمان تو بود گرفتیم. فیقول الله، خدا میگفته است قبضتم ثمرة فؤادی، میوه دل بنده مرا کندید. این فرزند میوه دل است، میوه دل بنده مرا کندید. فیقولون نعم، میگفتند بله خدایا میوه دل بنده تو را کندیم. فماذا قال عبدی، خداوند سیوم سوالی که میکرد از چی میگفته است؟ وقتی که تو فرزندی وای از خانه جانش گرفتی، پدر و مادر وای چی گفت؟ آیا رو خراشی کرد؟ آیا لباسهاش دراند؟ آیا با زبان هرچی گفت؟ پیغمبر خدا میگوید انا بریء ممن حلق و سلق و خرق، من بیزار هستم از 3 طایفه، کسانی که موی خود میکنند، کسانی که روی خود میخراشند، کسانی که لباسهای خود میدرانند. من از این 3 طایفه بیزار هستم. برادرای عزیز، وقتی پیغمبر از شما بیزار باشد، نباشد راضی ارواحی نبینا چگونه بیندش در حشر فردا. اگر این راضی نباشد، ارواح پیغمبر از شما راضی نباشد، فردا شما چهره پیغمبر چگونه نگاه میکنید؟ وقتی که از شما بیزاری طلب کرده ایستاد است، من بیزار هستم از آن امتی که رو خراشی میکند، موی سر میکند، لباس میدراند برای مادرش، برای پدرش، برای فرزندش. خدا میگفته است. چی گفتند؟ ملائکه چی میگویند؟ حمیدک و استرجع. خدایا ما در این حالت بنده تو در تعجب افتادیم، فرزند جگربند وی از خاندان وی نابود کردیم. اونها باشند میگویند حمد و ثنا از برای خدا، این لله و انا الیه راجعون.
این سخن ما از زبان بنده تو شنیدیم. خداوند چی می گفته است؟ مادامی که این سخن از زبان بنده من صادر شد، بنو للعبد بیتا فی الجنه و سموه بیت الحمد. الحال در جنت یک قصر بنا کنین و نام او قصر شکرانه بگذارین و منتظر این بنده درهای او را بسته کنین. خوش به حال اون بنده ای که این لله و این الیه راجعون استفاده میکند، در تمام بلا و آفت چی است؟ صبر کننده است، دل شکسته نمی شود، برعکس عبادت چه زیاد میکند. فکر میکنم ان شاء الله برای آدم عاقل این صحبت ها کفایت کننده هستند.